سلام بچه ها، سلام دارم خدمت بچه های خوب کلاس پنجم یک دبستان خاتم الانبیاء سلماس و همه بچه های دیگه ای که این ویدیو رو میبینن. از اونجایی که مدرسه‌مون به خاطر آلودگی هوا و یه سری مشکل دیگه غیر حضوری شده، برای همین میخوام برای شما مبحث ضرب کسرها رو ضبط کنم، براتون بفرستم تا ببینید و انشالله که خوب یاد بگیرید. خب برای ضرب کسرها ابتدا باید بگم که شما توی پایه‌های قبلی مثلا چهارم یه قسمت‌های از ضرب کسرها رو یاد گرفتید، درسته؟ مثلا یاد گرفتید چجوری عدد رو در یک کسر ضرب کنید. حالا ما بهتر و کاملتر اینها رو یاد میگیریم. اولا برای شروع ضرب کسرها باید بگم که ما توی ضرب کسرها 3 تا حالت داریم. هر 3 تا حالت هم بهتون میگم تا بدونید با چی طرفید و قراره چی بشه، بعد میریم که توضیح بدیم. حالت شماره 1، ضرب عدد در کسر. یکی از حالتهای ضرب کسرها اینه که ما یه عددی رو در یک کسری ضرب بکنیم. خب حالت دوم اینه که برعکس اون، کسر در عدد، ضرب کسر در عدد، یعنی ما یک کسر رو در یک عددی ضرب بکنیم. و حالت سوم، کسر در کسر. خب من الان برای هر کدوم از اینا یه دونه مثال براتون می نویسم تا بدونید چجوریه. ضرب عدد در کسر مثلا 2 ضرب در 1/3. خب اگه دقت کنید میبینید که این 1/3 یعنی بخش دوم ما یک کسره و اینم یک عدد، یعنی یک عدد صحیح، واحداش کامله، 2 تا واحد کامله. خب قبلا شما یاد گرفتید که 1/3 یعنی این که ما یه عددی رو مثلا یک واحدی رو یا یک شکل رو یا هر چیزی رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم و یک قسمت از اون رو برداریم یا رنگ کنیم یا به عبارتی کسر کنیم. خب این یک کسر کوچکتر از واحدم است. این طرفش هم یه عدد صحیحه. این یه حالت ضرب کسر هاست که بهش میگیم ضرب عدد در کسر. حالت دوم، کسر در عدد، مثلا 1/3 ضرب در 2. خب این برعکس اون یکیه. ما اول کسر رو در یک عددی ضرب میکنیم. خب بچه‌ها شاید بگید این دوتا یکی هستن، مثلا 2 3 تا میشه 6 تا، 3 2 تا هم میشه 6 تا. خب 2 3 تا با 3 2 تا هیچ فرقی ندارن. اینجا هم اگه ما حل کنیم جواب این دوتا یکی میاد. خب در واقع اینا توی ریاضی جوابشون یکیه، توی ریاضی تقریبا یه چیزن، ولی در واقعیت اینا با هم فرق دارن. هر کدومشون از یه چیز جداگونه اومدن، برای همین با هم دیگه متفاوت هستن. و سومین حالتمون کسر در کسر، مثلا 1/3 ضرب در 1/2. توی این یکی هر دو تا طرفمون هم کسر هستن، پس ما قراره هر 3 اینها رو توی این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم. من سعی میکنم کوتاه و خلاصه بگم، بعد شما خوب گوش کنید و خوب نگاه کنید ویدیو رو تا خوب یاد بگیرید. خوب یه ویدیو اینه که هر وقت خسته شدید میتونید ویدیو رو نگه دارید و بعدش دوباره ادامه بدید، یا میتونید چند بار پشت سر هم ویدیو رو ببینید تا بهتر براتون مرور بشه. حالا من میرم که هر کدوم از اینها رو آموزش بدم بهتون. اول ضرب عدد در کسر رو میگم. خب برای اینکه اینو بهتر بفهمید براتون یه مثال میگم از کلاس خودمون. این مثال رو اول حل نمی‌کنم، فقط مثال میزنم تا بدونید که مثلا ضرب عدد در کسر از کجا میاد، چه جوریه. ما توی کلاسمون 36 نفره. خب 36. من یه روز بهتون میگم بچه‌ها من میخوام برای کلاسمون صبحونه سلامت بذارم، بعد نونا رو من میارم بهتون نون میدم. حالا نون تافتون ما داریم یا نون بربری، هر کدومو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم، یعنی نونامو نصف میکنم. نصف، شما میدونید که نصف یعنی همون 1/2. هر موقع ما توی ریاضی میگیم نصف منظورمون 1/2. 1/2 یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزی رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کردیم، 2 قسمت، و یکیشو برداشتیم. میگم بچه‌ها من به هر نفر نصف نون میدم. خب شما که 36 نفرید چقدر نون ما لازم داریم؟ یعنی ما اینجا 36 تا نصف نان داریم. 36 تا نصف جان نوشتم، نصف نان. 36 تا نصف نان یعنی همون 36 تا 1/2. پس میشه 36 ضرب در 1/2. من میخوام بدونم 36 تا نصف نان با هم کلا چند تا نان میشه. ما اینجا مجبوریم از
ضرب عدد در کسر استفاده کنیم. خب اینو حالا بعدا براتون حل میکنم، فقط به عنوان مثال گفتم تا شما بدونید. حالا من این ضرب عدد در کسر رو ضرب عدد در کسر رو با یه مثال ساده تر بهتون میگم. فرض کن ما مثلا میخوایم به 4 نفر نون بدیم. من میگم آقا من نونامو به 2 قسمت تقسیم کردم، به هر نفر نصف نون میدم. خب میخوام این نونا رو به 4 نفر بدم. من کلا چند تا نون لازم دارم؟ خب یعنی من 4 نفر دارم، به هر نفر نصف نون میدم. کلا با هم چند تا نون میشه؟ خب اینو الان به روش‌های مختلف براتون حل میکنم. این ضرب عدد در کسر رو. برای ضرب عدد در کسر ما 3 تا روش داریم. گفتم 4 ضرب در 1/2. روش اولمون رسم شکل هستش. خب رسم شکل، من این ضرب عدد در کسر رو به روش رسم شکل براتون حل میکنم. برای اینکه من شکل بکشم باید شکل رو اول برای 1/2 بکشم. دقت کنید. پس اینجا توی ضرب عدد در کسر اگه بخوام با شکل نشون بدم، شکل رو برای دومی میکشم و باید بدونم که هر واحدم رو چند قسمت کنم. اینجا که مخرج 2، یعنی هر واحد من به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه. من میام مثلا نونامو بکشم. خب این یه دونه نون به 2 قسمت تقسیم میشه. بعد با رنگ‌های مختلف میزنم. خب یه دونه 1/2 رو با سبز میزنم. این یه دونه 1/2. خب یه دونه 1/2 رو با رنگ قرمز میزنم. من تا اینجا 2 تا 1/2 دارم، ولی باید 4 تا 1/2 داشته باشم. پس همین واحدم رو که به 2 قسمت مساوی تقسیم شده، یکی دیگه هم ازش میکشم. حالا یکی دیگه از قسمت ها رو، یکی دیگه از 1/2 رو با آبی میزنم، با رنگ های مختلف میزنیم. یکیشم با سیاه میزنم. خب من اینجا 4 تا 1/2 دارم. یه دونه 1/2 سبز، یه دونه 1/2 قرمز، 1/2 آبی و 1/2 سیاه. حالا اینا رو با هم میبینم چند تا شده. 2 تا 1/2 با هم شدن یه دونه نون کامل، 2 تا 1/2 دیگه هم شدن 2 تا نون کامل. این 1 این 2، پس جواب من مساوی با 2 میشه. پس 4 ضرب در 1/2، تخته من کوچیک مجبورم اینجا بنویسم، میشه 2. این با رسم شکله. 4 ضرب در 1/2 رو با رسم شکل نشون دادم. چون مخرج من 2، واحدم رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کردم و 1/2 رو نشون دادم. این 1/2 رو 4 بار نشون دادم. جمعاً شد 2 تا واحد کامل. جواب من شد 2. این یکی از روش هاست، به روش رسم شکل. حالا همین ضربم رو میخوام برای شما با محور نشون بدم. دوباره می نویسمش، دوباره بنویسم 4 ضرب در 1/2. خب من میخوام اینو با محور نشون بدم. یه دونه محور میکشم. خب محور رو میبینید از 0 شروع میکنم. مثلا 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد. فعلا تا همینجا بسه. خب من باید هر واحدم رو به چند قسمت تقسیم کنم؟ 2 قسمت. مخرج من 2، یعنی واحد 2 قسمت شده. این و این هر کدوم از واحدها به 2 قسمت مساوی تقسیم میشن. حالا من روی این محورم 4 تا 1/2 نشون میدم. از اینجا تا اینجا 1/2، اینجا تا اینجا دوباره یه دونه 1/2 میاد. بذار اینا رو هم بنویسم. این 1/2. حالا رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به 2/2 مساوی 1. 2 تا 1/2 کشیدم، هنوز کار دارم. یه دونه 1/2 دیگه میرم، میشود 3/2، ولی هنوز به جواب نرسیدم. و یه دونه 1/2 دیگه میرسم به 4/2، یا همون که اینجا نشون میده 2. پس جواب من میشه 2. خب اینم با محور. حالا که با محور نشون دادم، من یه راه دیگه هم برای حل این ضرب عدد در کسر دارم. اینم براتون الان میکشم. خب یه روش دیگه هم اینه. بذار دوباره این ضربم رو بنویسم. 4 ضرب در 1/2 مساویه. میگم آقا تو به من نمیگی مگه 4 تا 1/2؟ من 4 تا 1/2 می نویسم، با هم دیگه جمع میکنم. این 1/2، این 2 تا 1/2، 3 تا 1/2 و 4 تا 1/2.
خب اینجا دقت کنید، من اینجا جمع گذاشتم بینشون. توی جمع کسرا ما چیکار میکردیم؟ مخرجا یکیه، یکی از مخرجا رو مینویسم 2 1 2 3 4 میشه 4 دوم. 4 دومم مساوی 2. درسته؟ حالا 4 دوم چرا مساوی 2؟ خب دقت کن، کسر بزرگتر از واحد دیگه. یعنی چی؟ یعنی صورت از مخرج بزرگتره. من که میخوام اینو تبدیل کنم چیکار میکنم؟ توی تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط ما چیکار میکردیم؟ صورت رو تقسیم بر مخرج میکردیم. 4 رو تقسیم بر 2 کنم، 2 تا 4 تا، باقی موندم 0 میشه. پس توی این جواب فقط 2 میاد، باقی مونده هم نداره که جوابمون بشه عدد مخلوط. 4 دوم مساوی 2 میشه. حالا من میگم همین روش خودم رو خلاصه بکنم. آقا تو به جای اینکه 4 تا 1 دوم رو با هم جمع بکنی، اینو ضرب میکنی دیگه. میگم 4 ضرب در 1 دوم. آقا مگه همین مخرج رو همونجا ننوشتی؟ مخرجمو مینویسم 4 1 تا 4 تا. برای همینه که ما اگه بخوایم به روش محاسبه ریاضی، بهتون گفتم یه روش شکل بود، یه روش نمودار، این روش بهش میگیم روش محاسبه ریاضی. حساب میکنیم. حساب که میکنم صورت رو عدد صحیح رو فقط در صورت ضرب میکنم. پس دقت کنید، این نکته رو دوباره میگم. توی ضرب عدد در کسر، عدد رو فقط در صورتش ضرب میکنم و مخرج خودش رو مینویسم. اینم شد 4 دوم دوباره مساویه 2. پس جواب من شد 2. 4 ضرب در 1 دوم میشه 2. این 3 تا روش هایی هستن که ما برای ضرب عدد در کسر استفاده میکنیم. حالا برای همین ضرب عدد در کسر که براتون با شکل گفتم، با محورم گفتم، با محاسبه ریاضی هم گفتم، یه دونه دیگه با محاسبه ریاضی حل میکنم. مثلا 5 ضرب در 1 سوم. چیکار میکنم؟ گفتم که عدد صحیح رو فقط در صورت ضرب میکنم. پس مخرجم که 3 مینویسم 5 تا 5 تا 5 سوم میشه. به همین سادگی و خوشمزگی. حالا برگردیم اون مثالی که اولش بهتون گفتم و حل کنیم. گفتم که ما 36 دانش آموزیم، میخوام به هر کدوم نصف نون بدم. یعنی 36 تا 1 دوم. خب چیکار میکنم؟ عدد صحیح رو فقط در صورت ضرب میکنم. درسته؟ پس من مخرج خودم رو مینویسم 2 رو 36 1 تا 36 تا، هر عدد ضرب در 1 خودش میشه دیگه. 36 دوم. خب 36 دوم کسر بزرگتر از واحده، باید چیکار کنم؟ صورت رو تقسیم بر مخرج کنم. اینجا واسه خودم چرک نویس میکنم، بعدم پاک میکنم. توی 36 چند تا 2 داریم؟ خب من ذهنی میگم 18 تا داریم. 18 2 تا 36 تا، باقی موندم 0 شد. پس جواب من میشه 18. برای 36 نفر اگه بخوام نفری نصف نون، یعنی همون 1 دوم نون بدم، 18 تا نون لازم دارم. اینم مثالی بود که برای ضرب عدد در کسر. خب یکی از حالتامون از 3 تا حالت رو گفتیم حالت اولمون ضرب عدد در کسر. حالا برعکسش رو میگیم 2 ضرب کسر در عدد. یعنی چی؟ یعنی مثلا 1 دوم ضرب در 4. خب من اینو هم الان به روش‌های مختلف براتون حل میکنم. اول پاک میکنم، بذار جا باشه چون وایت بورد من خیلی کوچیکه. دوباره می نویسم. گفتم کسر در عدد دیگه. اول کسر 1 دوم ضرب در 4. روش اولم مثل قبلیه، رسم شکله. خب من میخوام برای ضرب کسر در عدد شکل بکشم. توی قبلیه که عدد در کسر بود شکل رو چجوری میکشیدم؟ اول برای دومی شکل میکشیدم که اونجا 1 دوم دومی بود. اینجا هم برای دومی شکل میکشم، یعنی من باید 4 تا واحد کامل داشته باشم. من 4 تا دایره میکشم. دقت کردید توی قبلی ما نمیگفتیم که مثلا 4 تا میکشم، 1 دوم رو نشون میدادیم، ولی الان اول 4 تا میکشم. خب ببخشید دایره هم اندازه نیست ها. حالا هر کدوم از این دایره هامو که 4 تا کشیدم چند قسمت میکنم؟ چند قسمت مساوی؟ 2 قسمت مساوی طبق مخرج کسر.
خب حالا من اینو از وسط دو تا قسمت مساوی میکنم. شما بچهای عزیز فرض کنید اینا مساوی هستند. خب بعدش چی کار میکنم؟ بعدش 1/2 هر کدوم از این 4 تا رو رنگ میکنم. این 1/2 یکیشون، 1/2 یکی دیگه شون و این شکلی. خب الان 1/2 4 تا شکل رو کشیدم. 1/2 یک شکل، 1/2 2 تا، 1/2 3 تا و 1/2 4 تا. حالا میام اینا رو با هم دیگه جمع بکنم. میگم که من اینا رو اگه 2 تا 1/2 بذارم کنار هم یه واحد کامل میشن. 2 تا 1/2 دیگه هم یک واحد کامل دیگه. پس در واقع جواب من میشود 2. اینجا هم 2 میشه. ببین 4 ضرب در 1/2 هم 2 میشد. 1/2 ضرب در 4 هم 2 میشه. جواب همون میشه. ولی میبینید که اینا دو تا چیز متفاوتن. خب اینم ضرب کسر در عدد صحیح گفتم با رسم شکل. برای این یکی، برای اینکه طولانی نشه نمودار نمیکشم و یه راست میرم سر محاسبه ریاضی. خب گفتیم که 1/2 ضرب در 4 اینو به روش محاسبه ریاضی حل میکنم. برای اینکه اینو حل کنیم دفعه قبل دیدید گفتم برای عدد در کسر عدد رو فقط در صورت ضرب میکنیم. اینجا هم صورت رو فقط در عدد ضرب میکنیم، با مخرج کاری نداریم. یعنی 1 4 تا 2 هم که مخرج خودش رو مینویسیم. 4/2 مساوی 2 میشه. اینم محاسبه ریاضی برای ضرب کسر در عدد. یه مثال دیگه از این ضرب کسر در عدد مینویسم، با محاسبه ریاضی براتون حل میکنم. مثلا 1/3 ضرب در 9. چیکار میکنیم؟ صورت رو فقط در عدد ضرب میکنیم. 1 9 تا 9 تا مخرجم خودش رو مینویسم. 9/3 مساوی 3 میشه. خب حالا این دومین حالتش بود، درسته؟ گفتیم که یکی از حالتامون ضرب عدد در کسر، حالت دوم کسر در عدد بود و حالا حالت سوم ضرب کسر در کسر، مثل 1/2 ضرب در 1/3. اینجا برخلاف قبلی ها یه طرفمون عدد صحیح نیست، هر دو طرفمون کسره. حالا ما این کسرها رو چطوری در هم ضرب میکنیم؟ برای همینم براتون دوباره با شکل و محاسبه حل میکنم. خب حالا برای اینکه اینو حل بکنم دوباره می نویسم 1/2 ضرب در 1/3 با روش رسم شکل. ما برای اینکه برای این شکل بکشیم بچه ها، برای دومی اول شکل میکشیم. خب باید چجوری بکشم؟ باید یه واحدی بکشم، اونو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنم، چون مخرج دومین عددم 3 هستش. خب این 3 قسمت. حالا یکی از اون 3 قسمت رو رنگ میکنم به رنگ آبی. این شد 1/3. حالا من باید 1/2 این 1/3 رو مشخص کنم. چیکار میکنم؟ همین شکلمو شکل جدا نه، توی اون یکی ها شکل جدا بود ولی اینجا همون شکلمو یه بارم به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم. از اینجا 3 قسمت شده بود، اینجا هم 2 قسمت. حالا مخرج من 6 خواهد شد، چون شکل من الان به 6 قسمت تقسیم شده. حالا که این کارو کردم 1/2 اون قسمت قبلی رو رنگ میکنم. ببین قسمت قبلی 1/3 بود، این قسمت آبیه. حالا 1/2 همون رو، یعنی نصف همون رو با یه رنگ دیگه میزنم. این بار با قرمز میزنم. خب جواب من در اینجا میشود 1/6. چرا 1/6؟ چون من با اون قسمتی که کار دارم که قبلا آبی زده بودم، حالا قرمز روش زدم، یعنی در واقع نصف 1/3. این 1/3 من قسمت آبی بود، نصفش رو رنگ دیگه زدم، شد 1/6. پس 1/2 ضرب در 1/3 جوابش میشه 1/6. حالا همین رو براتون با محاسبه هم حل میکنم. 1/2 ضرب در 1/3. 1/2 ضرب در 1/3. برای این کار صورت رو در صورت ضرب میکنم و مخرج رو در مخرج. توی قبلیات چی گفتیم؟ توی عدد در کسر گفتیم عدد فقط در صورت کسر ضرب میشه. توی کسر در عدد چی؟
صورت کسر در عدد ضرب میشه، ولی اینجا صورت در صورت، مخرج در مخرج. همیشه اینو یادتون باشه، ضرب دو تا کسر صورت در صورت ضرب میشه، مخرج در مخرج. خب اینجا یک ضرب در یک میشه یک، دو سه تا میشه 6. جواب من شد 1/6. خب به این ترتیب حل میکنیم. حالا یه مثال دیگه برای همینا براتون مینویسم، حل میکنم. مثلا 1/7 ضرب در 2/8. خب اینا رو در هم ضرب میکنم، صورت ضرب در صورت، 1 2 تا 2 تا 7 8 تا 56 تا. ببینید ما اگه جمع و تفریق کسرها بود، جمع و منها بود، مخرج مشترک میگرفتیم، ولی اینجا مخرج مشترک رو از این چیزا نداریم، فقط صورت رو در صورت ضرب میکنیم، مخرج رو در مخرج. چیزی که به دست من جواب منه دیگه، بهاش کاری ندارم، مگر اینکه بخوام ساده کنم که خب اینجا لازم نیست چون کسر کوچکتر از واحده. اگرم لازم بود بعداً میگم، فعلا در اینجا ما با این کاری نداریم. پس یک بار دیگه مرور میکنم. ما چند تا حالت برای ضرب داشتیم؟ ضرب کسرها، یکی عدد در کسر که چجوری میشه؟ مثلا 2 ضرب در 1/3. روشاش هم گفتم، یه روش رسم شکل، رسم محور، و یه روش هم که خودش رو محاسبه ریاضی بکنیم. دومی ضرب کسر در عدد، مثلا 1/3 ضرب در 2، با شکل هم میشه، با محور هم میشه و با محاسبه هم میشه. من همشو کامل نگفتم، توی کلاس شاید بهتر بگیم، دوست ندارم ویدیو طولانی باشه تا شما خسته بشید. یکی هم ضرب کسر در کسر، مثل 1/2 ضرب در 1/3. خب اینها رو ما به روش‌های مختلف یاد گرفتیم که در همدیگه ضرب بکنیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. حالا برای هر کدوم یکی دو تا مثال می نویسم، حل نمی کنم تا شما بنویسید و حل بکنید. خب 2 ضرب در 1/3، 1/4 ضرب در 8، 1/4 ضرب در 2/5. اینها رو توی دفترتون بنویسید و حل کنید تا براتون تمرین بشه. در ضمن ما بعد از این میریم که صفحه 32 کتابمون رو بخونیم که ضرب کسرها از اونجا شروع میشه. خسته نباشید.